سلام بچه‌ها، به ویدیو سوم چنل من خوش اومدید. من بازم محمد منچستر سیتی ما خواهم تو انگلیس من میام یه چند وقت دیگه میخوایم منچستر یونایتد منچستر سیتی هم بازی میکنم. حالا ببینیم. خب الان بازیم شروع شد. ویدیو سوم هنوز ویدیو قبلی هم اولین 4 تا ویدیو قبلی من ندیدم فعلا و مستقیم اومدم دیگه دوم هم رو بگیرم. بچه من طبق معمول لک شدم مجبورم باید درستش کنم. الان که ادامه بازی رو میکنیم من یه گل زدم به صلاح. نه برعکس بازی رو من متوسط از پارت بعدی میتونم خیلی سختم بازی میکنم. حالا از این فعلا متوسط بازی کنم بسیار نی باشه. من تو هر ویدیو یه دست بازی میکنم که یه تا ویدیو نشه خسته نشید از دیگه ویدیو من. ویدیو سوم منه و ویدیو بعد دیگه میخوام کال آف موبایل رو شروع کنم و حالش هم برید تو همین شبیه سازمان بهتون گفتم مثلا بگید کامبک بزن، بگید همین فلان مهمان همین چالشاتون رو بگید من همه رو اجرا کنم. شورت ویدیو هم شروع میکنم. شورت ویدیو هم بسیار کالاف قراره بذارم گیم پلی همه من یادش رو نمیتونم خوب بازی کنم داشت سم میبازی سم هم تا بخندیم میشه. واو داشت من چند ویدیو ادیت هم باید یاد بگیرم و ادیت بزنم ویدیو همه اما صلاح خیلی راحت داشت دیگه. ویدیو آموزش این بازی هم باید بخواید مثلا بگید چجوری اینجوری دیریب میزنی و نمیدونم چجوری جام جهانی بازی کنی بهتون میگم همه رو شاید شبیه سازم بازی میکنم. من خیلی زور دارم که ویدیو 4 تا بازی گرفته این ویدیو رو بانم بهتره کنم اصلا ویدیو اول چنیده من این چی دیگه نمیتونم این بقیه یوتیوبر رو الان موفق بشم در آینده نمیتونم من استارت آینده اصلا محتوا میشه در رست کنم چه میشه گیم بزنم. خب این اول تموم شد یک سیز جلو 4 دقیقه از ویدیو نیش 4 دقیقه چه بزنش نیز چون اینا واقعا قوی هنه اصلا اینجوری اینا دیریبونه راحت میزنم واقعا سخت بازش خودتون بازی کنید ببینید. بگیر این کوین دی بروینه شو خیلی قویه با آگوئروشون باقیشون زیاد مالی نیست. تا ویدیو کم شد من بازده یعنی پنالتی هم بودم. من میخوام خودم پنالتی های چیز رو بعدی نیست کنم که نمیخواستم ولی چیز میکنم مثلا یه پنالتی هم میرم مثلا
نظرم چیزو برم این اصلا اینتر میلان هم بعد یه ویدیو کالاف بازی میکنه همین این شب 2013 تو ویدیوی قبلی گذاشتم میشه من اونو بازی میکنم باشه اینم بهم کیف میده یه ذره خیلی سخت 2013ش خیلی سخته اینش هم سخته اون 2022 که من اولین ویدیو گذاشتم این آسونه حقیقتا راحت بردم ولی دومم خیلی داری زیستم این پنالتی ها میره پنالتی های چی من فکر میکنم PSG برمیدارم با چیز PSG بایر از شما ال کلاسیکو های مثلا دو تا از بهترین تیم های مثلا یه لیگو من برمیدارم مقابل هم بازی مثلا میلان یوونتوس از اینجور چیزا دوست دارم شما بگید چه تیمایی دارم من برگم چه تیمایی دارم حتی بارسا هم بگید برمیدارم مسافر اینکه بارسا مثلا من پیشنهاد شماست نظر شما لو این تایم دیگه خیلی کمه بچه ما باید یه ضربات پنالتی برم مسافر بیاییم این سنه hiçbir penaltı yapmasaydı. İyi. Auténticos especialistas. Dispara con gran precisión. Anotó sin dificultades. El arquero no la vio. Girifte. Harap çağırdım. Ben çağırdım. Böyle yapmıyorum. Bakın kalmak bu zaman. Sürat satışım. Bilgilenmiyor. Hemince o kez zaten çizdim. Hristiyan'ı da hemince oynuyor. Sen. Boşuna hep sürat. Vasat böyle. Benim yanımda vasat öyle. Ince. Importante que lo anote. Zadunları. Respira profundamente y se prepara desde los... Vay, sana patla. Se intensifica la
Atención. Ay, finalmente baktım. Baba şimdi bir video yazılan bir tasvir burada yaşamasıyla insanın önüne ve videoyu kısa çıkarırsanız şaşırtıcı bir video kazanacak.